آقایون سلام علیکم، علی توتونچی هستم و خیلی خوشحالم که میتونم خودم داخل ویدیو باشم و یه دونه توتون سیگار بهتون معرفی کنم به نام امریکن اسپریت. اینو نگه داشته بودم زمانی که دکور آماده شد خودم بتونم بیام داخل ویدیو براتون معرفی بکنم. امریکن اسپریت اسمش آمریکایی امریکنه ولی مال آرجی رینولدزه، یعنی اروپا ساخته میشه. کل توتونای مطرحی که ما داریم میبینیم تو بازار همش انگلیسی و به قول معروف مال شرکت های اروپاییه. این آبیو خدمتتون عرضم که یه مقدار این برعکس، آبیش سنگین‌تر، آبیو سنگین‌ترشه و به قول معروف زردش هم هست که زردش یه مقداری سبک‌تره. تفاوتی که این توتون با بقیه توتونا داره این هست که حالا پشتش بهتون نشون میدم وقتی خواستیم یه نقش با هم بپیچیم، ولی که فقط با آب و فراوریش برامش توسته. خیلی جالبه که مثلا دیگه حداقل بهش میگن پپر گلیسرین رو دیگه داخل همه توتونا میزنه، یعنی اصلا ادیتیو محسوب نمیشه. ولی که چی داره نشون میده این؟ اگه توتون به قول معروف کمل زردم دیده باشید از همین کمپانی، از همین برنده. حالا تفاوت به قول معروف کمل با امریکن اسپریت چیه؟ توتونشون هم یکیه، یعنی توتون کمل با توتون امریکن اسپریت تقریبا درصداش یکسانه و اینکه بیشترش هم توتون بارلی و توتون اورینتاله. خدمتتون عرضم که طعم مثل اگه پابلو کشیده باشید، طعم خالص به قول معروف توتون بهتون میده و طعمش هم زیاد تو دهن نمیمونه. یعنی که یه توتونایی هست مثل همون پابلو افتر تیست داره. افتر تیست یعنی که شما 2 دقیقه 3 دقیقه بعدی که کشیدی سیگار تموم شد همچنان تو دهنت میمونه. از او سیگاراییه که به قول معروف یه استکان چای، یه فنجون نوشیدنی کنارش میچسبه. ولی که این کاملا توتون روزمره‌ایه و اینکه شما اصلا تو ماشین هم که بکشی انقدر فضای کوچیک میتونم بگم تقریبا بوی حس نمیشه. و به قول معروف از سنت فی، یعنی توتونش توتون در اصل مکزیکیه، همون توتون بارلیه ولی که در به قول معروف یه مقدار آب و هوای مرطوب‌تر آمریکای مرکزی که رشد میکنه که داخل ایالت سنفی نیو مکزیکوه یه مقداری ملایم تر میشه، یعنی یه مقداری میتونم بهت بگم اون گسیه رو نداره، طعمش خالص چوبه. و مهمترین نکته‌ای که در مورد توتون امریکن اسپریت هست اینه که سوپر فاینه. من این یه بار خدمت شما توضیح بدم که مثلا رو توتونان رو سیگارا حالا یا توتونا نوشته سوپر فاین یا به قول معروف هایبرید بلند، فرقشون چیه؟ ببینید این یه دسته توتونه، خدمت شما عرضم که این خود برگ توتونش بهش میگن هایبرید، یعنی همه چی قاطیشه، هم برگ هم این قسمت ساقشه، همی که به قول معروف همی رو میدن داخل دستگاه برش، از اون ور میکشن بیرون، به این میگن هایبرید. یه مدل داریم فاین یعنی چی؟ فاین یعنی قسمت های به قول معروف یه مقدار زخیمترش بریده میشه داخل فرایند تصفیه، اینا تصفیه میشه و به قول معروف این میاد داخل سیگارتون. حالا سوپر فاین چیه؟ اینه که این دو بغلش میکنن، این مغز وسطش هم میریزن دور، یعنی میشه 100% خالص برگ توتون. این توتون کشته امسال اصلا شما نیستی ولی اینجا کامل بوی توتون پیچیده. بریم یه نخ توتون امریکن اسپریت با هم بپیچیم سری، من زاویه دوربین عوض کنم. این نمای نزدیک همین توتون امریکن اسپریتی است که داریم در موردش صحبت میکنیم. شما پشت رو نگاه میکنید، در گام اول A product of IT International made in EU، یعنی اتحادیه اروپا. یعنی توتونی نمونده که این به قول معروف انگلیسی ها رو سرش دست نکشن. این توتون هم دوباره سرنوشتش مثل سرنوشت کمل بود، سال 2004 به قول معروف واگذار شد به یه شرکت انگلیسی به نام آرجی رینولدز که وقتی بازش کنی اونجا EU بود، اینجا USA. خدمتون عرضم که این سنت فی
نیو مکزیکو USA. و خدمتتون عرضم که این توتون یه زیپ کیپ داره و ای که وقتی که زیپ کیپش شما میکشی مدت تقریبا طولانی تری برای تقریبا تا 2 ماه میتونی استفادهش بکنی. این خود توتون امریکن اسپریت هست. و یه چیز در مورد این توتون بهتون بگم، به جرأت داخل ایران فقط من ترشو دارم. یعنی هر جای دیگه هم که میبینی ای توتون تر هست، یه خورد کثیف‌کاری هم شد، ای توتون تر هست از من گرفتن. پس خیالتون راحت باشه که این توتون امریکن اسپریت شما جای خوبی اومدی اگه میکشی و ای که میتونید از وبسایتمون ثبت سفارش بکنید. با پست پیشتاز به سراسر کشور ما ارسال داریم و ای که 3 تا 5 روز میرسه دستتون. مراکز استانا 3 روزه، شهرستانا 5 روزه. میخوام با یه دونه سیگار پیچ اتوماتیک گیزه بیپیچمش. سیگار پیچ اتوماتیک گیزه تمام لوازم و ادوات داخل وبسایت خودمون هست و فقط کافیه که شما سایت shalaco.ir رو با فیلتر شکن، فیلترمون کردن با فیلتر شکن باز بکنید. وقتی که رفتید داخل صفحه پرداخت، رفتید داخل صفحه بانک، فیلتر شکنتون رو خاموش کنید، به قول معروف پرداختتون نهایی بکنید و دوباره میتونید فیلتر شکنتون روشن بکنید. میتونید هم حالا به قول معروف پشتیبان واتساپ و تلگرام هم داریم، اونجا هم سفارش بدید. این پوینت شماره تماس و واتساپ و اینا داره میگذره. ببینید شما به اندازه‌ای که میخواید سیگارتون سبک یا سنگین باشه، سنگین ترین حالت نیکوتینش میرسه به 9 سبک ترین حالت که به قول معروف قابل کشیدن میرسه به 7. پس بین 7 تا 9 متغیر. بدیهیه که شما میخوای وقتی برای خانم بیپیچی باید میزان کمتری توتون بذاری. میبینید چقدر قشنگ حالت گرفت. این توتون اگه 1% خشک بود الان همه جا میتکید. میبینید قشنگ استوانه خوشگل توش در اومده. من میخوام از یه دونه کاغذ سیگار شفاف استفاده بکنم، به اینا میگن التیمیت اگه بیادش. ولی که شما میتونی از مابقی کاغذ سیگارامون بیشتر از 20 مدل 25 مدل داخل وبسایتمون هست. این گیزه ها رو جدید آوردیم، من تا حالا در موردش توضیح ندادم. این گیزه سبزو مگنتی 100 عددی سوپر فاین وگانه. خدمتتون عرضم که این وگانیشی بالاش نوشتم. خدمتتون عرضم قرمزش گوگردار، یه رنگ دیگه هم از آبی، حالا دم دست نداشتم بیارم داخل ویدیو نشون بدم. آبی دقیقا نمونه شرکتیشه. این قرمزه از همش کامدهی و به قول معروف سنگینیش بیشتره، گوگردش بیشتره و سالم ترین نمونهش هم این سبزو هستش. خود توتون سیگار امریکن اسپریت، قبلش من این نکته رو بگم که شما میخواید کاغذ سیگار بذاری، قسمت چسبش با یه بالاش باشه. اینجا قشنگ میذاری زیرش، این قسمت رو یه عشق بازی یواشی میکنید قسمت چسب رو، بعد بقیه‌اش هم بهتون نشون میدم. خدمت شما عرضم که این توتون امریکن اسپریت از همه توتونا دیرسوزتره. خب یعنی این که قشنگ به قول معروف سیگار مهندسیه. شما پروژه لپتاپت که باز میکنی یه نخ رو میذاری زیر لبت تا آخر پروژه که در لپتاپ میبندی این همچنان داره میسوزه. بسیار سیگار دیرسوزیه. و که بریم بزنیم زیرش، من دوربین رو برگردونم در مورد طعم و عطرش و اینا هم یه نقد و بررسی بگم خدمتتون. این نخ سیگار امریکن اسپریت خدمت شما که همین الان داخل 30 ثانیه پیچیدیمش. طعمش طعم خالص چوبیه. یعنی شما 1/10 طعم دیگه داخلش پیدا نمی‌کنی، نه طعم ادویه میاد. و اینکه طعمش هم خوبیشیه که به قول معروف موندگار نیست، یعنی کامتون رو تلخ نمیکنه. بعد از یه به قول معروف چند ثانیه که سیگارتون تموم شد خاموشش کردید تو دهن نمیمونه، به قول معروف افتر تیست نداره. بهش میگن امریکن سول توباکو، یعنی روح توتون آمریکایی ای هست. خدمتتون عرضم که ببینید چقدر نرم، یعنی تو شما که هیچ وقت یه توتون شرکتی که نیکوتینش 8 یا 9 باشه نمیتونید به قول معروف دابل اسموک کنی. از یه حالت که دم میده دماغ گیری به میگم دابل اسموک، و دودش خیلی نرم باشه چون اذیت میشه. ولی که این برای من کاملا به قول معروف عادیه، خیلی خیلی درجه یکه. و اگر که یه استکان چای این بغل بود واقعا معرکه میشه. این توتونو و
کل لوازم دخانیات رو میتونید به شرط اصالت کالا با ادعای اورجینال بودن از فروشگاه من، فروشگاه شالکو شیراز، تهیه بکنید. اینکه پشتیبانیمون هم به صورت 24 ساعته 7 روز هفته. تماس لطفا یه مقدار شلوغ شده ولی که پیامک، واتساپ و تلگرام رو چشم ما جا داره و اینکه ما 20 حتی روزهای تعطیل هم باز هستیم و اینکه شما میتونید سفارشتون از طریق وبسایت ما shaloko.ir یا پشتیبانی ها بهتر از طریق دوباره وبسایت. در آخر اگر نتونستید میتونید از سمت پشتیبانی 24 ساعت 7 روز هفته سفارش بدید. من علی توتونچی هستم که 2-3 دقیقه از وقتتون در اختیار من گذاشتید. ان شاء الله که شب خوبی داشته باشید.